شکست لیدیه کار آسونی نبود که کوروش بزرگ تونست این حرکت رو انجام بده و تونست لیدیه رو فتح بکنه. لیدیه همواره در طول تاریخ برای فلات ایران مزاحمت ایجاد میکرد، از زمان مادها تا زمان هخامنشیان. یعنی زمانی هم که مادها روی کار بودن 5 سال تموم با لیدیه داشتن میجنگیدن و همیشه هم سر مرزبندی دچار مشکل بودن، تا در نهایت تو قسمت قبلی دیدیم که کرزوس تصمیم گرفت از تحولات فلات ایران استفاده کنه و بیاد و ایران رو فتح کنه و در نتیجه حکومت خودش هم به تاریخ پیوست. از اون طرف وقتی که ایران تونست لیدیه رو فتح کنه، اقوام یونانی نتونستن این حالت رو تحمل کنن و گفتن اگر کوروش بخواد بعد جزایری که در اختیار یونانیان قرار داره دست درازی بکنه، پاسخ قدرتمندی به کوروش میدیم. نتیجهش این شد که کوروش هارپاگئون را که نقش بسزایی تو فروپاشی مادها داشت و حالا جزو فرماندهان سپاه کوروش شده بود رو مأمور میکنه تا به جزایر یونانی ها بره و اونجا رو مطیع سپاه ایران بکنه که همین اتفاق هم میفته. از اینجا به بعد تاریخ یک سکوت عجیب و معناداری از خودش نشون میده. یعنی همه ما سوار یک ماشین زمان میشیم و 6 سال بعد از ماشین زمان پیاده میشیم. خیلی چیزها عوض شده، تاریخ سکوت معناداری کرده. مورخین ایران باستان، یونانیان، اکثر مورخین غربی در این زمینه حرفی نمیزنند. ما فقط کوروش رو میبینیم که به یک باره از کرانه های دریای مازندران شروع شده و تا هندوستان رفته و همه رو فتح کرده و یک فرماندهی یا امپراتوری بزرگ رو در دوران خودش به وجود آورده. قسمت دوم کوروش هیکل. کوروش بزرگ از زمان فتح لیدیه تا 1 سال بعد حاکم بلا منازع کل آسیا بود. رقیب آنچنانی روبروی خودش نمیدید. کل فلات ایران رو در اختیار داشت. تونسته بود به نواحی شرقی و جنوب شرقی هم دسترسی پیدا کنه. از اون طرف تا هندوستان رو هم تونسته بود فتح کنه. لیدیه رو هم بعد از مدت‌ها تونسته بود به زانو در بیاره. یه حرکت دیگه‌ای هم که انجام داده بود و خیلی میتونست به استحکام حکومتش کمک بکنه این بوده که سکاها رو از مدت‌ها مطیع هخامنشیان کنه. سکاها که اون زمان یک حکومتی بودن، ولی در همون زمان مادها سکاها حکومتشون سقوط کرد، ولی همچنان سر جاشون باقی مونده و اقوامی بودن که برای ایران مزاحمت‌های زیادی ایجاد می‌کردن. در زمان کوروش سکاها هم مطیع حکومت کوروش یا حکومت ایران شدند. حالا کوروش تونسته بود حکومت ایران رو یک امپراتوری ابرقدرت و اینکه خودش هم بر قله افتخار بیست، جز یک حکومت که نتونسته بود اون رو مطیع خودش کنه. حکومتی بود به اسم بابل. بابلیان همچنان بر جای خودشون استوار باقی موندن. بابلی ها هم که گفتیم بیشتر از تحولات منطقه‌ای به نفع خودشون استفاده میکردن. زیاد درگیر نمیشدن، زیاد درگیر جنگ مخصوصا با ایرانیان نمیشد تا اون بلایی که سر لیدیه اومده یه موقع سر خودشون نیاد. یک استحکاماتی برای خودشون داشتن، موقعیت امنی داشتن و در منطقه بین النهرین زندگی میکردن. اما بابل هم دچار تحولاتی شده بود. نبونید پادشاه بابلی بر مردم خودش بسیار ظلم میکرد. اون زمان بابلی ها یک خدای را میپرستیدن به اسم مردوک که بهش میگفتن خدای خدایان یا شاه خدایان. بسیار هم به این خدای خودشون اعتقاد داشتن، اما نبونید پادشاه بابل توجهی به خواسته های مردم نمیکرد. خدایان شهرهای مختلف رو میپرستید، به مردوک اهمیت نمیداد و از اون طرف پادشاهی خودکامه‌ای شده بود. معابد بزرگ و با شکوه و گران قیمتی می ساخت. تندیس‌های خدایان را به بزرگترین و مجللترین شکل ممکن در می آورد و تمامی این هزینه‌ها باید توسط مردم بابل پرداخت می شد. به خاطر همین بعد از مدت‌ها یک نارضایتی در بابل شکل گرفته بود و مردم اصلا از نحوه حکومت و حکمرانی نبونید رضایت نداشتند و به دنبال یک منجی می‌گشتند. شرایط بابل بعد از مدت‌ها شرایط جالبی نبود، ولی در کل وقتی تاریخ رو شما مطالعه می‌کنید بابل یک موقعیت خیلی مستحکمی داره، یک حکومت مستحکمه و مردم دارن در اوج رفاه زندگی می‌کنن. شرایط همیشه در بابل خوب بوده، ولی نبونید کلاً اوضاع و احوال عوض میشه. نبونید خودکامه شده و به مردم اهمیت نمیداد. همین هم باعث شد که پایه حکومتیش به شدت متزلزل بشه.
زمان اوجگیری قدرت کوروش در فلات ایران، پادشاه بابل هم بلشسر که پسر خود نبونیده. نبونید پادشاهی رو به بلشسر میسپاره و خودش به مدت 7 سال از پایتخت خارج میشه. هرچند که گفته میشه در سال آخری که قرار بود بابل سقوط کنه، شستش با خبر میشه و دوباره به بابل برمیگرده. ولی خب 7 سال تموم پادشاهی رو به پسرش میسپاره و از حکومت خارج میشه. کتیبه های باستانی یونان، بابل و حتی منشور حقوق بشر کوروش یک چیز را به ما نشون میده. فتح بابل اونقدرها هم کار سختی برای پارسیان نبود، چون حکومت متزلزل شده بود و خود مردم بابل انتظار این رو داشتن که کوروش بعد از فتوحات خودش به سمت بابل هم حرکت کنه، که این اتفاق هم در تاریخ افتاد تا مردم رو از دست پادشاه ظالم نجات بده و باعث سقوط حکومت نبونید بشه. با حرکت کوروش به سمت بابل، گوبریاس حاکم بابلی میانرود با سربازانی تازه نفس به پادشاه هخامنشی میپیونده و بر نیروهای سپاهی ایران افزوده میشه. به رغم اینکه بابلی ها و یهودی ها از فتح آسون بابل به وسیله نجات بخش خبر میدن، اما پیگیری حوادث نشون میده فتح سرزمین‌های تحت حکومت پادشاهی بابل از 1 سال قبل از سقوط بابل شروع شده بود و فتح نهایی بابل با حرکت کوروش به یاری گوبریاس رقم خورد. کوروش با سپاهیانش ابتدا در نبرد سختی به اسم اوپیس سپاه بابل را به فرماندهی بلشسر شکست داد. نبونید و پسرش بعد از دادن تلفات خیلی زیاد عقب نشینی کردند. بعد از نبرد اوپیس ابتدا شهر سیپار فتح شد و سپس در نبردی کوچکی بیرون دروازه های بابل پیروزی دیگه نصیب کوروش شد. در پی این شکست نبونید و پسرش به داخل برج و باروی شهر فرار کردند تا در اونجا از خودشون دفاع کنند. کوروش هم با سپاهیان در پی تعقیب اون شهر رفت و اونها رو محاصره کرد. شهر بابل استحکامات خیلی قدرتمندی داشت. به این راحتی ها نمیشد بهش دسترسی پیدا کرد. تنها راه ورود به شهر رود فرات بود که از داخل شهر رد میشد. همین حرکت رو هم گوبریاس انجام میده که گفتیم با کوروش یک سپاه مشترک تشکیل داده بود تا برن و بابل رو فتح بکنن. گوبریاس این تصمیم رو میگیره تا حرکت مسیر رود فرات رو تغییر بده و از طریق این رود بتونن وارد شهر بشن. استراتژی بسیار قدرتمندی بود و کارساز هم شد. از اون طرف من یه نکته‌ای رو بگم که مردم بابل در اون زمان به 2 دسته تقسیم میشن که هر 2 دسته بسیار از نحوه حکمرانی پادشاه ناراضی بودن، هم پادشاه هم پسرش. مردم بابل یک دستش یهودی ها بودن که در زمان بختالنصر از فلسطین به اسارت گرفته شده بودند و شرایط بسیار سختی را در حکومت بابل داشتند. دسته دوم خود بابلی ها بودند که فرق زیادی با اسیر نداشتند. مالیات های سنگین میدادند و اسیر این حاکم خودکامه شده بودند و آزادی عمل هم نداشتند. هر روز به فقرشون اضافه میشد. این 2 دسته رو بذارید کنار هم، این شرایط رو ما گفتیم و همه اینا دست به دست هم داده بود تا حکومت نمونید و پسرش کلن از بین بره. پس کوروش کبیر پیش از اینکه اصلا بخواد بابل رو فتح بکنه همپیمانانی ناخواسته داشت و خیلی ها فرش قرمز رو برای کوروش از سالها پیش پهن کرده بودند. مطابق گزارش مفصل هریدوت، سپاهیان ایران تونستن مسیر رود فرات رو که در فصل کم آبی هم بود عوض کنند و از مجرای رود وارد شهر بشن. ابتدا بخش کوچکی از سپاه به فرماندهی گوبریاس وارد شهر شد و غافلگیری سپاهیان قلعه ها و مراکز شهر را تصرف کرد. به این ترتیب بابل در آخرین روزهای سال 539 قبل از میلاد با کمترین درگیری فتح شد. نبونید خود را تسلیم کرد، ولی پسرش که حاضر به اطاعت از کوروش نبود در درگیری با پارسیان کشته شد. کوروش با شکوه فراوان وارد بابل شد. جوری به این منطقه پا گذاشت که انگار یک منجی داره به این منطقه میاد. همدلی بابلی ها با کوروش بیشترین تأثیر رو بر کوروش و سپاهیان ایران گذاشت. کوروش هم با این مردم مغلوب مثل یک اسیر رفتار نکرد، بلکه مجدد معبد مردوک رو که یک معبد بزرگ هم بود دوباره بازسازی کرد. در همین معبد هم تاجگذاری کرد و همچنین با نبونید پادشاه بابل مثل یک نجیب زاده رفتار کرد. به هیچ عنوان وی را به اسارت نگرفت. رابطه کوروش با
نبونید به قدری صمیمی شده بود که به گزارش مورخین خود به پارسه هم برد و در شیراز مدتی با هم بوده و حتی نبونید به کوروش استراتژی جنگی آموزش میداد و پیشنهادهای جنگی خیلی خوبی هم در اختیار کوروش قرار میداد. 1 سال بعد از سقوط شهر بابل نبونید از دنیا رفت، یعنی سال 538 میلاد. کوروش هم عزای ملی اعلام کرد و خودش هم در یک مراسمی برای نبونید شرکت کرد. فتح بابل نقطه عطف زندگی کوروش بزرگ و همچنین تاریخ ایرانه. کوروش بزرگ بعد از فتح بابل هیچ گروه انسانی رو به بردگی نگرفت. سپاهیانش رو هم از تجاوز به مال و جان مردم باز داشت. همچنین تمامی کسانی که به اسارت به بابل آورده شده بودن رو گرد هم آورد و به منزلگاه خودشون فرستاد. کوروش بزرگ همچنین قوم یهود رو هم از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد و به دستور کوروش شرح وقایع و دستورهای وی روی یک استوانه سفالی که امروزه ما آن را به عنوان استوانه منشور حقوق بشر یاد می‌کنیم نگاشته شد و در معبد مردوک قرار داد. این لوح استوانه‌ای که از گل پخته هم میباشد در سال 538 قبل از میلاد نگاشته شد. استوانه کوروش هم توی سال 1879 میلادی یعنی 1285 شمسی توسط هرمز رسام در معبد بزرگ مردوک کشف شد و از اونجا هم به موزه بریتانیا منتقل. 7 آبان روزی بود که بابل فتح شد، اما در متن کتیبه حقوق بشر یا منشور حقوق بشر چه چیزی نوشته شده؟ من این متن رو الان براتون میخونم. من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانا، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه 4 منطقه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان. زمانی که به صلح وارد بابل شدم و زمانی که در میان سرور و شادی تخت فرمان روایی را در کاخ شاهزادگان برقرار کردم، آنگاه مردوک خدای بزرگ قلب بزرگ بابلیان را مستخر من کرد، در حالی که هر روز پرستش او را تداوم بخشیدم. سپاهیان بسیارم به صلح وارد بابل شدند. همه سومر و اکد را از هر نوع تهدیدی حفظ کردم. خدایانی را که منزلگاهشان آنجا بود دوباره به منزلگاهشون برگرداندم و برای آنها منزلگاهی جاودانه ساختم. همه مردم را یکجا فرا هم آوردم و آنها را مجدد در منزلگاهشان مستقر کردم. خدایان سومر و اکد را که به رغم خشم خدایان نبونید به بابل برده بود، آن را در میان شادی به دستور مردوک در معابدشان در منزلی که دلی را شاد می‌کرد قرار دادند. ستایش از کوروش بزرگ فقط مربوط به کتیبه بابلی نمیشه، بلکه در بسیاری از ادیان و در بسیاری از اقوام دیگر کتیبه یافت شده از اقوام دیگر ما همچنان داریم. ستایش کوروش بزرگ رو می‌بینیم. یکی از اونها یهودیان هستند که بسیار به کوروش علاقه دارند و کوروش رو منجی خودشون میدونن. یهودیان از زمان بخت و نصر به اسارت گرفته شده بودند، ولی خب زمانی که کوروش تونست بابل رو فتح بکنه مجدد یهودی ها رو از اسارت آزاد و اونها را به سرزمین‌های خودشون برمیگرد. حتی غنایمی که از بیت المقدس به یغما رفته بود اونا رو هم دوباره به یهودیان برمیگردونه و یه مبلغی هم میده تا بتونن معابدشون رو بازسازی کنن. هرچند در آینده از حمایت از یهودیان دست میکشه، چون بین خود یهودیان یک سری مشکلات داخلی به وجود اومده بود و کوروش هم تصمیم میگیره که در مسائل اونا دخالت نکنه و دیگه مشکلاتشون رو خودشون حل کنن. ولی خب کوروش تونسته بود اونا رو از اسارت نجات بده. تو ویدیوی قبلی هم گفتم که تاریخ ایران و مخصوصا ایران باستان همیشه در لایه‌ای از ابهام قرار داره. یکی از اون ابهامات همین مرگ کوروش بزرگ میشه. به قدری داستان در مورد مرگ کوروش زیاده که حتی هریدوت هم در این زمینه میاد میگه آقا چندین و چند روایت وجود داره. یکی از اون روایتی که خود هریدوت میگه که اون رو روایت میکنم و الان خدمتتون میگم. و چند تا داستان دیگه هم هستش. 2 تا از قوی تریناشون رو من به شما میگم و حالا داستان رو هم میگم که اصلا چرا بعضی از اینا قدرت دارن. ولی خب در کل هنوز تایید نشده که اصلا کوروش بزرگ به چه طریقی از دنیا رفته. هریدوت این رو میگه وقتی کوروش تونست بابل رو فتح بکنه یه مدت در بابل میمونه. اوضاع بابل و شامات رو سر و سامون میده که شامات میشه همون سوریه، اردن و لبنان امروزی. کوروش وقتی که این مناطق رو سر و سامون داد تصمیم میگیره که دوباره به ایران برگرده و به نبردهای در شرق و شمال شرقی فلات ایران بپردازه. اطلاع چندانی هم از اقوامی که کوروش قرار بود با اونها به جنگه در دست نیست. هریدوت اونها رو ماساجوت
مینامه. مورخان دیگر این اقوام را دربیت نامیده. مورخ دیگری هم نام اونا رو داهه ثبت کرده. ظاهرا هر سه نام هم باید درست باشه. هر یک از این اقوام طایفه از سکاها بودند و سکاها هم در شمال شرقی فرات ایران زندگی میکردند. طبق گزارش هرودوت، ملکه ماساجد زنی بود به اسم تومیریس. هرودوت اعتقاد داره که این اقوام یاغی بودن و همیشه برای ایران مشکل ایجاد میکردن. کوروش تصمیم گرفته بود که به جنگ با این افراد بره و بتونه اونا رو مطیع خودش بکنه. طبق گزارش هرودوت وقتی که به جنگ با این افراد میره، در یکی از همین جنگ‌ها زخمی میشه، جونش رو از دست میده و ملکه تومیریس سر کوروش رو از تن جدا میکنه و اون رو به ایران روانه میکنه. این نظریه میتونه واقعیت داشته باشه، چون در اون نواحی که نواحی سکاها هم بود، ما آثاری از هخامنشیان رو میبینیم. پس میتونه جنگ شکل گرفته باشه، ولی حالا نه به این قدرت و موشکافی که هرودوت داره تعریف میکنه. اینکه حالا ملکه‌ای بوده و سر کوروش رو جدا کرده، اینا مشخص نیست، چون دوباره ما میبینیم که مقبره کوروش در پاسارگاد قرار داره که با منطقه درگیری فاصله خیلی زیادی داره. به طور کلی در باستان، مخصوصا حالا یونانیان باستان که قبلا هم گفتیم زیاد تمایلی نداشتن که از فتح و فتوحات ایرانی چیزی بنویسن، داستان پردازی و رویا پردازی در آنها زیاد بود. مثلا داستان رو با یک نتیجه اخلاقی به پایان میرسوندن که یعنی فردی اومده فتح و فتوحاتی انجام داده، دنیا رو فتح کرده، در نهایت از یک قوم بادیه نشین شکست خورده و مثلا دنیا ارزش نداره یک چیزی توی این مایه ها. ولی خب استرابون، یکی دیگه از مورخین یونانی که کاملا داره یک داستان متفاوتی رو تعریف میکنه، میگه کوروش به اوج قدرت رسیده، بابل رو فتح کرده، هیچ وقت خودش رو درگیر جنگ‌های کوچیک نکرده. از طرفی قوم سکاها پیش از فتح بابل مطیع حکومت ایران شده بودن و اصلا نیازی به یک چنین درگیری نبود و اصلا چنین جنگی شکل نگرفته. طبق گفته استرابون، کوروش در اوج قدرت و در کهنسالی در کنار اطرافیان و دوستان و سپاهیانش دار فانی رو ودا گفت و به سفر ابدی رفت. هر دو نظریه طرفداران خاص خودشون رو دارن، چه مخالفین چه موافقین. ما اینجا چی میگیم؟ ما اینجا دوستان هیچی نمیگیم، چون واقعا مشخص نیست و همیشه هم گفتیم تاریخ ایران باستان در حاله ای از ابهام وجود داره. حالا چه برسه به مرگ کوروش که حتی هرودوت هم که اینقدر افسانه پردازه علنا میاد این رو میگه که در مورد مرگ کوروش روایت ها بسیاره. پس نمیشه به هیچ عنوان اینا رو قبول کنیم یا به یکیشون اکتفا کنیم. اون چیزی که مشخصه اینی که کوروش یک پادشاهی بوده که کل فلات ایران و همچنین یک امپراتوری بزرگی هم داشته. کتاب‌های مذهبی بسیار زیادی بعد از مرگ کوروش از کوروش به بزرگی یاد کردند و یک ابر انسان از کوروش ترسیم شد. مورخین اعتقاد دارند این حرکت طوفانی کوروش، یعنی حرکت از انشام به سمت جهانگشایی، در کمتر از 30 سال اتفاق افتاده و مقبره کوروش در میان مجموعه کاخهای پاسارگاد توجه بسیاری از مورخین، سیاحان رو جلب کرده. بزرگترین و باشکوه‌ترین بنا در مجموعه پاسارگاد همین مقبره است که با گذشت 25 قرن همچنان استواره و نسبتاً سالم خودنمایی میکنه. آرامگاه سنگی کوروش با زیربنایی به مساحت 156 متر مربع و ارتفاع 11 متر در نوع خود بی‌نظیر است. زیرا پادشاهان بعدی مقبره‌های خودشون رو به صورت اتاقک‌هایی در دل کوه حفر می‌کردند. این بنا با قطعات بزرگ سنگ مرمر سفید و به شکل طبقاتی ساخته شده. ساختمان فعلی مقبره فاقد هر کتیبه و نوشته، اما مورخان قدیمی یونان متنی از کتیبه‌ای که در آرامگاه نصب شده بود و نقل کردند. ای انسان، هر که هستی و از هر جا بیایی، زیرا میدانم که خواهی آمد. من کوروشم که برای پارسیان این پادشاهی گسترده را بنا نهادم، پس به گور من رشک مبر. پس بدین ترتیب کوروش بزرگ که تونسته بود بزرگترین قلمرو جهان باستان رو پدید بیاره، در اتاقک کوچکی در پاسارگاد به خواب ابدی رفت. جوری که باستان شناسان جدا از اینکه به تاریخ هخامنشیان و تاریخ فتوحات کوروش میپردازن، رفتار کوروش رو هم مد نظر قرار میدن. کمتر پادشاهی در تاریخ دیده شده که بخوان رفتار اون رو نیز مد نظر قرار بدن و در مورد رفتار یک پادشاه بنویسن. میراث بزرگ کوروش فقط قلمرو و امپراتوریش نبود، یک کتیبه‌ای است که کتیبه‌ای که تا به امروز هم پاورجاست و قانون حقوق بشر بر پایه اون بنا نهاده.
انسانیت رو کوروش در این جهان بنا کرده. آنچه که دوستان مشاهده کردید قسمت دومی از زندگی کوروش بزرگ بود، مردی که کتیبه حقوق بشر رو پدید آورد.